الو، سلام دختر خانم. واشم چرا گرفته؟ فقط که گوکس سکتوشم گرفته. متوسطاشم پخش میه. نوشته کنم یا نکنم؟ یک سلام خوشخالی را کنم. عادي اركسر خوتو طغلا لا ده غم يارا لا ده قصة سيالة. آته حامد یال دنیا دیگریش ده که اینه زمانیه که دا 15 نفر در یک خانه زندگی میکرد. چه احوالی هیچ دیدنم شاقای مستری؟ ما فكر مكدم يي ديوارا مثل كوي بامير واستوار منه. حالي كيف فكر منه؟ نوشته کنم یا نکنم؟ یک سلام خوشخالی را کنم. نه سلام چرا بخیبت معلوم میشه. آها دهیات من چیز نوشته کنم. سلام مستری صاحب. نه ده دل خوبگی مار تمیغ نیست. نه اوف چیز نوشته کنم. چه احوالی هیچ دیدنم شاقای مستری؟ الو، سلام دختر خانم. واشم چرا گرفته؟ فقط که گوکس سکتوشم گرفته. متوسطاشم پخش میه. دیوالا مش دارم موشا گوشت دارم. از خاطر آیسته تو را میگیم که در خانه از ما کبر مخفی زیاده. خود دیگه بگی توش طریقت کارا. خوبم دیگه. حساب شوروز تیر میشم. مرد که باید کار کنه تا بیت نوازشم خاطنه رو تاکنه. ما خاطرم که میگه خاطنو؟
دختر خانم بخشش باشه. نه تو خاتون هشت تبال را. آها آفرین بچه خوب نال صحیح شد. راستی درآمد تو چطوره؟ زندگی تو رو میچلنه نمیچلنه؟ آره شکر خدا. از دکان که خلاص میشم یک کار دیگه مستد پالیزمونو اون خوبه دیگه درآمد چی بد نیه. راست میگی؟ او چه رقم کاره؟ ما رو یاد بدی. تو گفتی یک آتیست فقط تجارت بلده مو هیچ بلد نی. مقصد هر کس توان خود خوشی رو مونه و در جای مرسن. تو شرکت آمازون شنیده نمیشدن؟ الان درباره آتیم سارا نگه که در روزا حالش خوب نیه ناجوره. آمازون آره هم تو نام شنیدم کم. نصیب دشمنا خان چیز شده. که خبرت امروز کار منو. امید دارم که یک روز خوب تجار شما بخیره. خب ما مارم دیگه خواه اگه کس آمد. خوبه بازگاه میگیم. سه خداحافظ. Чурчтэй корпош бэр. شو Корей да бовш возможно. یا چه خیلی پودر در چی شور شاخ در سی گرفت عمری آدمی هم چیر خواسته همین آوری تیرم شد خواهیش که قصف سر مخشی که بال خود دیرم نشته. خواهیم کد خواهم ما پوشیدم این رو کجا بریم؟ نان خورده بردی خود نکنم خورده بردی. یارم همیشه ما خواهدن با نده بندیم دم یک دو کار بدریم شد من میخوام دیگه یال بری اگه باید خمیش بزنیم. باری بری خانم تو هم گذر خیلی کنگی بود بش باری کجاست من جای؟ این دفعه کم گارستون آمد امور کم زر انام دست شدی. چشم بری خان سب این روز است هر چیز که بگی ما میتونیم چقدر پیسه بدیم نقص بود ها دیگه مگه پشتر هر مرد موفق یک زن هوشیاره دیگه پشتر است بر علاوه که ما یک زن هوشیارم یک زن سیاستمدارم هستم. عرفان جان ما میگیم تو باید خیلی قدر از من بفهمی. چطور؟ چون اگه ما نبودیم دیگه تو بالا شاگردم زود کان بودی. بیگم جان بگی؟ من که سعیم تو رقم یک شطرنج بازی خیلی ماهری که دانه میچینه و راستیش هم که همین پول پیسه بخشی آدم خیلی قدرت میره. اون مرتی که شطرنج باز تو باید خیلی پیش بری دیگه تبال ده کجایه؟ من نمیفهم که یخص چلار توز کجا یاد کرده امیال هم آتیم از خامید روی کرده اشته
اگر امیر خم پیش بره دیگه دکان به دکان. خیر توی یک چند وقت دیگه هم صبر کنم یخ تازه اول شیه گرچه مگه صبر تل خالی بر شیرین داره. آن نانم آمد. دستی دلم آمد. گلبانو این روزگار چی بازی هایی که دادم نمونه ما فکر میکردیم این دیوارا مثل کوی پامیر استوار مونه حالی که فکر منم اینا مثل ریگ روان در حرکت هم داره. گلبانو تشکر از اینکه چای پودینه بلدیم دم بدیم. اره چای پودینه یا این خود چی دواییه. تو بیزم دوای دکتر را نمخری. تو در فکر روزگار نباش. تا که واس داشتی کار کدی. یا بچه ها مفهمه کارچ مفهمه. اره تو راست میگی. او وقت زور داشتم قوت داشتم. حال که سن عزیز اوستو تونم وقت بگیر که روز قیامت شده. حال هر کس سر خود تونم نه دغه میاره نه دقیقه سیاله. آته حامد یال دنیا دیگریشته. گاینه زمانیه که دا 15 نفر در خانه زندگی میکرد. دیلی مردم جمع بود. خبر نیم که بچه گو چکه ایتشته. ما که بدنیت نبودی. گرچه نمیه حامد خوب بچه بود. امی بیرید نو دیگر رقم معلوم میشه. بیخی عرفان رو سرچرخه کنیم. مثلا تابع زیک سل میکردیم. در دل خود ما گفتم عجب بیری پیدا کنیم. لا چیم با کل خب بیا با کل خب بشه آفرین. اسمع کجا رفتدی؟ همین رفتی؟ آفرین گلجه. با کلتورم دکتر گفته که شیرین خرک نترسی زمستان. آره بچه با کل ما رم گفته ما شیرینی خوردم دندون مرا مش خورد. دکترم سیزو زد تو کنی که تو نخری خوب. چی می با کل؟ با کل یک سوال تو حتیم رو خوش روی کاکای من. بچه ما دویش رو خوش داریم. آتیف کسی قهرمان زندگی استیه. کاکایسی قهرمان زندگی بیکیفیه. مگه توره راست را زوزاد پرسان کن. امیم در فکر دوستش تویه. حالا او کامید عرفان که تش داشن تو قچ سایه رفتار کنی. حامید را از خاطر دکان چند دفعه تو تای تورا کدی. وا بیامید ما چیز کار کنم حالا خزور من دوانه مرسکی و از ما ترس بخورد. ما می کار کردم کاردو در بین شاید سم بیا. ما مفهم که امید تقصیر نداره حال دیگه چیز کار کنم. اجازه داری تاخشم بیا بیا خانه خود یا اجازه کلو چند دیگه بیا خانه تابات دختر همه کس اجازه میگیری احترام میلی. گفتم بیم بیشنی یک لحظه غیبت کنی. خب غیبت از کیره این غیبت کجا بلده که غیبت کنه؟ لاله قاش پیش نخ کم پینجی بگر زود پیر میشی. بگر آن رو بخور که مغز آپدیت شونه. آتای آپدیت قطع خورده میشه. آپدیت قدیت خیلی خورده نمیشه. یعنی هم یک چند روز انگلیسی خوانده من سر از مو چیم میگه. اده دخترم تو که تشتی کم بار انگلیسی بخوانو خو بسن بیا مور یاد بدی. خوبه.
دلارام جان لالت که از دکان میا وش سون حساب کتابه دکان خود جای اختره ممکن بلدش که بقدر فکر نکو محیط سفید میشه. بکه جان دو قدر تشویش نکو. ما خوب خبرم تو چی قصد فکر لاله می، اما خدا مهربانه. یا نمید خندک دبارین ای خنده ها پشت گریم داره از تک تک شمیر پرسان خود کرد. های خدا مکد که زندگی مجال میداد که میرخم همیشه خوش خندان زندگی میکرد. در خانه که خنده نباشه مثل قبرستولی او خانه خاموشه. ما هم همیشه دوام نم خوشی دی خانه بوم نه. اما ما شم دی پس یک رقم دیگه معلوم میشه. خدا خیر پیش کنه. امور راست میگه وقتی که ما روش کردی دفعه اول قسمت سرش ده لیکن تو نیش میزن صبر کن من زختر کار دارم. آتر مار پشت منی؟ نه ماسما جان آتر درست بیگر سر پای دکان استایا من دایا. خیر لاله تی پا پشت کو. ما که چشتم شرم مخرب اگر نمام آتر مفتم مار پشت کنه. خلا لاله دیگه بکه جان ما مورم شما بیشتر قرار قصه کن. سلام دختر خان من نشین. سلام مستری سای خوبین بخیری؟ شکر تو خوبی بخیر جان جورم. بارش راستی ما جوز سفارش دادیم تو خوشت میای یا نه؟ آره لاله اما سفارش از ما از خیر خوبی رو سی برای خوب شد که ما دی در تلفن خوب قدر بانه باعث میکردیم به نظر بخاطر ترس خوردی نه؟ ترس نمیخورم. ترس دشمنه. با ما هیچ وقت تنه دشمن نمیدم. راستش پرسان کنی یعنی می ترسه که مستر امروز اینش کشنده. توریت سه امروز در مورد آشنایی بیشتر چطور خدیگه اختوره بگی بیشتر هم آشنا میشی. خوبه مستری صاحب. شما حتما از وقت ما هم چیز دل جور کردین. بفرمایید ما گوش میدیم. راستش بگی ما تقسیم اوقات کاری اخت سختی جور میکنم که روزانه چیز کار کنم. هیچ دیگه از روح از ما نشد. از چهرهت معلوم میشه که رویاهای که چدره. قد از من میگی یا فقط در پیش از خودت بمونه؟ مقصد او زحمت کشیم نیک تو تعریف مونیم. راستی در مورد کار آمازون که خط گفتم باور شد یا نه؟ اره چی که باوریم نمیشه. خبرم که دروغ نمیگی. امروز خاطر خود گفتم اگر میشه یکان گوشه شما رو نشان میدی. یالا خوشی رو کدوم خیلی چیزا در قیمت خوب میخرم باز که بال رفته سودا مونم. فقط یک چیز کم بود درم که یک نفر همکار خوب داشته شم. خب ما در شاگردی خود نمیگیری؟ خیلی موبایل آمازون وارا ندارم پس یک چم میخریم یک دانه. یک موبایل صدقه سر تو اگه همکارشنی خیلی خوب میشه زن نیمی از عقل مرد است. تو که همکارشنی شاید عقل از ما کامل شه. تا هنوز بلده همکارش تو وقته. ما باید یک چند شاگردی شما رو کنم از او باید کس همکار شنیم. راستی چطور در فکر آمازون افتادی؟ قصهش دور درازه. میگه اگر که نمیتونی راه را بدل کنی سرعت خود زیاد کن. ما سرعت مغز خود زیاد کردم. مثلا می فکرای کردم اگه خدا کنه عملیش نه یک زندگی خوب میتونیم جور کنیم. خود چیز فکرها کده؟ قد از من شریک منی یا میخوای تاشا پیش ببریم؟ فعلا تاشه بمونه خوبه؟ درکش معلوم شونه. مقصد یادم خیلی هوشیار معلوم میشه. تاریخ رو هم در رمز گفت.